امروز اومدیم با آموزش دراگونو که کشتیم چجور دیگه اسپانش کنیم. اول میریم ایناشو میشکنیم و میترینونیم. ترینوندیم. اینا راحتن و شما میتونید بینایت هم بیاید، ولی من بدون بینایت اومدم چون میخوام یاد بدم. اینا رو که ترکونیم خیلی دیگه نمیده. اینم دیگه آخریشه. خب میریم دراگون رو میکشیم. صبر کنیم از بیاد موایی میسته. کجاست؟ داره میده. بچه اگه تا اینجا ویدیو اومدید لایک حساب یادتون نره. بچه حالا آخراش الان بسیمش. اینا رنگ رنگی خب بریم این تخمش دست نزنید و شما یکی از اینا 4 تا پیدا کنید و اینجا قرار دهید. مواظب باشید با خودتون این دل اینا نزنید که میتونه که میمیرید. حواستون خیلی باشه. اینا بهتره اینا که خراب شد و سرنا درست کنم. یه هم دیگه خیلی نمونده. 2 تا دیگه بزنم تمومه. اینو که زدم حالا دراگون داره اسپان میشه. داره میبینید اینا رو انرژی میده بعد دراگون اسپان میکنه. اینجور که ما لازم میکنیم میبینید که خیلی دیگه نمیده. دراگون اسپان شد بچه ها. این از دراگون ما. اگه میخواستین این هم میتونیم